میخوای بدونی کدوم بازیگران زیبا متولد ماه مهر هستند و با این زیباییشون قلب همه رو فتح کردن؟ یکی از زیبارویان سحر دولت‌شاهی که متولد 16 مهر 1358 که در تهران به دنیا آمده که از نوادگان خاندان قاجاری دولت‌شاهیه. در خصوص زندگی شخصی این بازیگر زیباروی اینه که با رامبد جوان ازدواج کرد که در نهایت به طلاق منجر شد و در حال حاضر خبرها حاکی از اینه که با همایون شجریان ازدواج کرده که این موضوع از طرف این بازیگر تایید نمیشه. بریم سراغ یکی دیگه از خوش‌چهره‌های مهرماهی که به کاریزما و جذابیت مشهوره. ساره بیات، متولد 14 مهر سال 1158. رشته دانشگاهی این بازیگر صنایع فرش بوده و همچنین سفیر صنایع دستیه. در خصوص زندگی شخصی این بازیگر باید بگیم که ایشون با آهنگساز معروف یعنی علیرضا افکاری ازدواج کردند و البته شایعات فراوانی در رابطه با ازدواج او با قضا پخش شد که خبر ازدواج این بازیگر با آقای افکاری به تمام این شایعات خاتمه داد که این خبر توسط آقا داماد اعلام شد. دوستان عزیز، اگر هنوز کانال ما را سابسکرایب نکردید ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک فراموش نشه و نظراتون رو در کامنت برام حتما بنویسید. زن زیبای بعدی داستان امروز لیلا حاتمیه که متولد 9 مهر سال 1151 و نه تنها بازیگری انجام میده، مترجمی و صداپیشگی انجام میده که پدر این بازیگر زیبا و خوشگل کارگردان معروف سینما علی حاتمیه. لیلا حاتمی مدتی رو برای تحصیل در رشته ادبیات در سوئیس گذروند، ولی به خاطر اینکه پدرش بیمار شده بود تحصیلش نیمه کاره موند و به ایران برگشت. و در مورد زندگی خصوصی این بازیگر باید بگیم که از بی‌حاشیه ترین های سینماست و 25 سال پیش با علی مصفی ازدواج کرد و 2 فرزند به اسمای عسل و مانی داره. نظرتون از بین این بازیگرا کدوم به چشم بهاری معروفه؟ اگر میخوای بدونین تا آخر ویدیو ما رو دنبال کنین. حالا نوبت بازیگری رسید که به چشم بهاریش معروفه، یعنی مهتاب کرامتی که متولد مهر سال 1149 و نه تنها بازیگری انجام میده، تهیه کنندگی هم انجام میده و دوره بازیگری رو پیش زندیات امین طارق طی کرده. در خصوص زندگی شخصی ایشون قبل از اینکه شناخته بشه ازدواج کرده و این رابطه به جدایی ختم شده و حتی در برخی جاها بیان شده که ایشون از این ازدواج دختر به اسم هلن دارن. یکی دیگه از بازیگرای زیبا و جذاب که متولد مهرماهی باران کوثریه که متولد 25364 و باران کوثری دختر کارگردان معروف زن ایرانی یعنی رخشان بنی اعتماده و همیشه در فیلمایی که مادرش ساخته بازی کرده و ایشون در رشته نمایش توی هنرستان سوره تحصیل کرده. در خصوص زندگی شخصی این بازیگر خوشگل باید بگم که در حال حاضر مجرده و هنوز ازدواج نکرده که شایعات زیادی از بابت ازدواج ایشون با حامد بهداد به وجود آمده، ولی این بازیگر مدعی شده که با هم رفیق و همکار هستند و این شایعات مهر باطل خوردن. حالا در کامنت ها برام بنویس کدوم بازیگر زیبا رو میشناسی که متولد ماه مهر هستند. ممنون میشم با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید.